حکایتی از کتاب درد بی‌مسئولیتی، نویسنده عیسی عبدالصمد کوهکی. در زمانهای دور در یک دهکده کوچک مردی به نام مهراب زندگی می کرد. او مردی تنبل و بی‌مسئولیت بود که هیچگاه به کار و تلاش اهمیت نمیداد. مهراب هر روز صبح به جای کار کردن در مزرعه‌اش در کنار رودخانه می نشست و به آب نگاه می کرد. او همیشه به دیگران می گفت که زندگی باید آسان باشد و هیچ کس نباید خود را به زحمت بیندازد. روزی از روزها بارانی شدید بارید و سیل بزرگ به سمت دهکده آمد. مردم دهکده به سرعت به خانه‌هایشان پناه بردند و مهراب نیز به خانه‌اش رفت. اما او به جای نگران شدن برای دیگران و کمک به آنها در خانه‌اش نشسته و به خواب رفت. وقتی که صبح زود بیدار شد متوجه شد که دهکده به شدت آسیب دیده است و بسیاری از مردم در خطر هستند. مهراب با خود گفت مربوط به من نیست، من که کاری نکردم. اما با گذشت زمان او دید که بسیاری از دوستانش و همسایگانش در حال از دست دادن خانه‌ها و مزارعشان هستند. در این میان مهراب ناگهان احساس کرد که درد بی‌مسئولیتی او را احاطه کرده است. او فهمید که اگر او هم دست به کاری میزد و به دیگران کمک میکرد شاید اوضاع به گونه دیگر پیش میرفت. مهراب تصمیم گرفت تا به دیگران کمک کند و به بازسازی دهکده بپردازد. او با همکاری دیگران به بازسازی خانه‌ها و مزارع آسیب دیده پرداخت. اما این کار زمانبر و سخت بود و مهراب در این مدت متوجه شد که زندگی بدون مسئولیت پذیری چه درد و رنجی به همراه دارد. او دیگر نمیخواست از مشکلات فرار کند و به جای آن تصمیم گرفت با آنها روبرو شد. پس از مدتی دهکده دوباره به حالت عادی برگشت و مهراب تبدیل به یک الگویی برای دیگران شد. او یاد گرفت که مسئولیت پذیری نه تنها به خودش بلکه به دیگران نیز کمک می کند و زندگی را زیباتر و معنادارتر می سازد. از آن روز به بعد مهراب نه تنها به کار و تلاش اهمیت می داد بلکه به دیگران نیز کمک می کرد و به عنوان یک فرد مسئول شناخته می شد. این حکایت نشان می دهد که درد بی‌مسئولیتی می تواند انسان را به تفکر وادارد و به او کمک کند تا ارزش‌های واقعی زندگی را بشناسد.